حالا یکتن از ریسفیدای منطقه را با خود داریم. از را میشتیم که باید گفته ها دارن. خب پدر جان، بله. اسم شما اینجا؟ اسم ما محمد ابراهیم، از یکی از مستفیدان از این قریه و بلکه نماینده از این قریه در ارتباط ولسوالی این بنده هست. اینجا محل بودوباش یک تن از شجاعترین و دلیرترین از بچه های هزاره بوده که به نام سلمان علی محمد ابراهیم در سال 87 در ماه سیوم که 26 جوزا میشه به شهادت رسید و این کوچی های طالب نماها از شهادتش هم رحم نکرد، بلکه همین خانهش هم آتش زدن، سوختندن. نمو حال عیال و بچه و مادر و پدر اینا همه به مهاجرت رفتن، دیگه جایی بودوباشی نشدن، فرار کردن از اینجی. حالا هم یعنی بینیم که خانهش هم در سوختاندن و یعنی وضع کس جرم نتونستن. خب پدر، بله. به این کده فعلا چه نفوذ میشینه؟ فعلا یگان 8 فامیل یا 9 فامیل هست. 8-9 فامیل. دیگرش مهاجر شده؟ دیگه مهاجر در دیگه کده تقریبا در حدود 17-18 فامیل بودن، کلی مهاجر شدن در سر سرزمین کوچه های طالب نماها. حال هم مردم در قرار نیه، یک کار علاف و مثلا زندگی و یک ایتر هم دلپور نمیتونی. نه این سالون دیدین کلی زمین ها برای دیگه کسکی از ترس کیشت هم نتونستن، از یک آو درست هم ندن، در ترس و بیم و لرزه که باش که این روز بیا سبا بیا مردم با می حراس یک زندگی خود نمیتونه که ادامه بده. مثل همینجی که مردم هست یک مهاجر بری هست دیگه ایتر یک زندگی خود نمیفهمی که چی کار کنی. خب تشکر پدر جان.